سلام. حال و احوال موشکاف از دیروز تا الان ردیفه. دانشجوهای محارب اون چنان بابایی از کوسه و سیدلی و فک و فامیلاشو در آوردن که اون سرش ناپیداست. از همه مسخره تر فیس شیخ فری بود. یه کار بلند شد هلک و هلک رفت دانشگاه تا یه فیگوری بیاد و یه قمپوز در کنه، اما برای بچه دانشگاه با شعار همیشگیشون حسابی نوکشو چیدن. شیخ فری که دست پاچه شده بود رفت تو مایه روزخونی آکادمیک. عزت خواهی که شعار شماست به حق و عدالت خواهی و آزادی طلبی و استقلال خواهی آرمان بلند این ملت و جوانان غیور این سرزمین است. اینجا بود که دانشجوها با یه شعار جویدار خشمشونو پاشیدن تو سر و ریش شیخ فری. ترجمه موشکافی شعارشون هم این بود: بشین بابا حال نداری، ما از این وراجی ها زیاد شنیدیم، زندانیا چی شدن؟ ما باید سید علی که پای تیویریش نشسته بود یهو رفت روی ویبره، بعدم وافو رو بلند کرد که اوی زرقامی بکش پایین ولوم این تیویریشه کوفتی رو. 2 قدم بعدش مرگ بر دیکتاتوره ها. ما باید دولت به همه وعده هایی که به مردم بعدم سید علی با یه تکسنگ به بزمجه های بسیجی یه شعار ولایت پسند سفارش داد. دیگی منو شیخ فری تو این نقطه یهو یاد درس بندبازی که تو حوزه پاس کرده بود افتاد و رفت واسه جوشکاری آکروباتیک. خوبیش اینه که شعارهای دو طرف هر دو زیباست. هر و ورم. از اونا زیباتر صحنه گیر کردن دنب تو لای تله است. هم توپوزی رو از دانشجو خوردی، هم مجبور شدی تو ملأ عام یه گازی از پاچه عظما بگیری. بهبود معیشت مردم و رفاه مردم هم حق مسلم ماست. شکستن و ویران کردن ساختمان منحوس تحریم ظالمانه هم حق مسلم ماست. چرا فارسی حرف نمیزنی تو؟ مترجم مفت گیر آوردی ها؟ هیچی آقا جون، ترجمه فارسی حرفش اینه که بابا تحریم محریم بیخ گلومونو داره فشار میده. گور بابای بمب و هسته تکزنگ باراکو بچست. بین آرمان و واقعیت همانطور که مقام معظم رهبری بر او تأکید کردند باید
توازن برقرار کنیم. واقعیت‌ها را باید ببینیم و بشناسیم. ما در دنیای بسیار پرچالشی زندگی می‌کنیم. مقام معظم رهبریت بی خود کرده تاکید کرده. آقا رو آخه از کسی که زهر زده باشه تو رگ که نمیشه انتظار توازن داشت. همینجوری تلو تلو خورون برید سمت چالش تا جای جاش ملت با اردنگی سوتتون کنن تو چالش. من یک شیخم من با خرای قبلی با ما فرقی ندارم اصلا. تو استبل خمینی پروار و خپل شدم من، ولی فقید تو بیتش حالا زیر 2 تن فشاره. تلسم تیکه تیکه داره دخلشو در میاره، دخلشو در میاره. زهرو میخوام بریزم تو گلوی عزوما جونم، دستام میلرزه میترسم که نتونم. میدونم که تو بازی هیچ شانسی دیگه نداریم، 2 جورشم یه جوره باز خواب فرار بذاری. آخه من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم من یک شیخم. موشکار